روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 14 ایون است. من خیرامون بقازاده نشی امروزه برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی رو تقدیمتان میکنم. حالا نگاهی میکنیم به موضوعهای این نشی برنامه. ساکن چارکوه امیدوار است که بحث‌های مرزی با قرقیزستان خاتمه می‌یابد و او دوباره صاحب زمین‌های از دست رفته‌اش می‌شود. هم زمین قانونی ما گرفتن، هم 2018 هم سال من اینترپل با پختگی من یگان جو برونده نمیتونم. پلیس شهری نو به تحقیق جنجال و زنازنی عروس و خوشدامن شروع نمود. نمونه دیگر از زورآوری در عائله‌های تاجیک. فایل که اشکم زدم و من جونم در کدوخی برای چی من جودم واسبی با منم زور با منم چیزی که فوری کتیم زد میشونه. چند ماشین، خانه‌ها و دارایی‌های دیگر سر از سال آینده در قزاقستان انداز برای ثروتمندان جاری می شود. کی طرفدار و کی ناراضی؟ هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان امروز در شهر گلستان ولایت سوخت راه و شیوه‌های آسایشته تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور را بررسی کردند. در ملاقات رئیس ولایت سوخت و فرستاده پرزیدنت قرقیزستان در بوتکند فرماندهان نیروهای سرحدی اشتراک کردند. از مرز تقریبا 900 کیلومتری دو کشور که شاهد جنگ و خونریزی‌های زیاد شده است، 300 کیلومترش بحث برانگیز است و سال‌هاست گفتگو برای تعیین و علامتگذاری آن ادامه دارد. کاری که آسان نخواهد بود و نمونه‌اش را در گزارش همکار ما کیومرسی عطا می‌بینیم. این حدود همش این بخشی نیست از اون ما گفته من حجتم های. شوکت رجبوف رئیس خواجگی دهقانی است که صاحب زمین است، اما عملا در آن زمین دهقانی کردن نمیتواند. او میگوید که در اطراف محله عباد فیضلوف در جماعت چارکوه اسفر زمین حاصل خیز داشت، اما ادعا میکند که ساکنان قرقیزستان در آنجا خانه ساختند. 4 گکتاری که ماننده بود از اون من همیشه گرفتن قرقیزستان. 4 گکتار خواجگی دهقانی ما همیشه گرفتن. یگان وجه ما موندگیش نه با اضافه گرفتن. او از سال 2006 تا حال از مقامات جماعت چارکو گرفته تا دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان برای بازپس گرفتن زمین‌هایش مراجعت کرده است. هرچند شوکت رجبوف ادعا دارد که زمین‌های خواجگی دهقانیش هیچگاه بحثی نبود، مقامات در اکثر جوابهایشان ذکر کردند که این حدود منطقه بحثی است و کمیسیون علامتگذاری مرزی برای معین کردن آن کار می‌کنند. جانب‌ها قرار کردند که در محل‌های بحث طلب کارهای ساختمانی انجام دادن نشود. انیخ کنه سرحد انیخ کنه این دولت بی سرحد بای خودی من خودتون با چشمتون دیسوسید که بیگان خیلی علاج نه اسم برای قرقیز قبل میبرد اسم برای این توقیه قرقیز قبل میبرد و چندین کسا ایزم کشور بدو کشت. من همه انواع نوستگی جناب اولی بودم. شهر اسفره تاجیکستان با 2 ناحیه ولایت بادکند قرقیزستان چندین منطقه بحثی دارد و ساکنانش بارها با همدیگر برای آب و زمین و چراگاه مناقشه کردند. شوکت رجبوف هم میگوید مقامات قرقیزستان بارها او را از داخل زمین کشاورزیش بازداشت و حتی بر ضد او عیبنامه اعلان کردند. هم زمین قانونی ما گرفتن، هم 2018 هم سال من اینترپل با پختگی من یگان جو برونده نمیتونم. من زندگیم های فرزندم های نبیر من یگان جو رفتنم نمیتونم، بروندنم نمیتونم. من 2018 من اینترپل با من خودی که من باندید بودیم، من آدم دهقان. تاجیکستان در شمال و شرق با قرقیزستان همسرحد است و طول آن تخمینا 987 کیلومتر را تشکیل می کند. بیش از 300 کیلومترش هنوز تعیین و نشانه‌گذاری نشده، سالها باز منبع نزاع میان دو کشور است. دوشنبه و بیشکک همیشه به حل آسایشته مشکل تأکید میکنند، ولی در چنین منطقه ها هر چند وقت جنجال و تیراندازی رخ میدهد. هر دو طرف همدیگر را به سر زدن مناقشه گناهکار میکنند. در همین حال وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که کمیسیون دو جانبه تعیین و نشانه‌گذاری سرحد روز 11 ایون در شهر دوشنبه سندی را امضا کردند. هرچند معلوم نیست که تقسیم زمین چگونه صورت گرفته است، شوکت رجبوف از این خبرها شاد و امیدوار می شود.
اداره شعبه کارهای داخلی شهر نو به تحقیق جنجال و زنازنی اعضای یک خانواده آغاز کرده است که ویدیوی جنگ آنها هیاهویی را در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد. موضوع بحث زنازنی عروس با مادر شوهرش است و هر دو طرف گناه را به گردن همدیگر بار می‌کنند. علیشیر ظریفی و شهلا عبدالله دعوا در شهر نو را تحقیق کردند. латукуби гулбуби эшонқуловаи 60 сола 5 рӯз пеш дар манзили зисташ аз сӯи келинаш. ин зан мегӯяд як хоҳиши соддаи ӯ ки келин набераҳояшро назанад баҳонаи муноқиша шуд, вале сабабҳо шояд амиқтаранд. Гудака я намуд зад, ма аз дар омадам, гудак омад мана часпид. Ба ман дам назадам, гудака ачоқ кардам, гера кардам, хона гишта дар омадам. Ҳами химчакти зад да почи ман зад. Гудак да пеш шуд. пайи зарбаҳо ҳанӯз дар дастони ин зан намудоранд. Ва дига мана часпиду кашид, ҳами тифала гирифт, саром мана мита хун шудаги. Саром ба зад хун шудаги. Дастма да тириза ҷиқида зад. ҷанҷол дар хонавода тақрибан 3 сол аст давом дорад. замоне сар шудааст ки духтари ин зан аз хонаи шавҳар ба ин ҷо омада ва ҳамроҳи онҳо монд. ҳар сол мана ҳами хелӣ мекуна, ҳами духтарим ки ҷанг меша, шабпошаб меша, бори сари духтари ман мекуна, духтари ман аз хона пешкунӣ меша. келин баъд аз ҷанҷол ба хонаи падару модар рафтааст. шавҳараш бо шунидани ин ҳодиса аз русия ба тоҷикистон баргашт. манижа баръакс хуштоманаш ва духтари ӯро гунаҳгор медонад. ман аввал якум хучум задана сар кардам. айтризомана мушкати даешкам задан, тифайлкати даешкам задан. ба ман ҷоним дар кадохи, барои чӣ ки ман ҷодем вазби. ба манам зурба манам чизе ки фори катиаму зад мешона. манижа мегӯяд дар шабакаҳои иҷтимоӣ танҳо навори латукуби хуштоман аз сӯи ӯ роҳ ёфтааст. шавҳараш ки аз ҳамсари худ пуштибонӣ мекунад, дар назди пулис гуфтааст мехоҳад ҷудо аз хоҳараш зиндагӣ кунанд. ҳамин хонаи ман тақсим карда даҳмино даҳми апам метем баня туалет ошхонашам кара метем ки аз сабабе ки надорад ҳамун чи вуҷуд надорад ман кара метем гуфтум ана ҷиддо мекунумша қоидавӣ. келину хуштоман ҳар ду худро ҷабрдида медонанд. онҳо ба шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри нав муроҷиат кардаанд ва таҳқиқи ҳодиса шурӯъ шудааст. дар тоҷикистон хушунати хонаводагӣ ё ҷанҷоли келину хуштоман як масъалаи доғ боқӣ мондааст ки гоҳе ҳатто бо марг ё худкушӣ меанҷомад. оилаҳои ҷавони мо имрӯз мехоҳанд ки камтар вобаста бошанд, яъне бештар мустақилиятро ба худ дошта бошанд, мехоҳанд алоҳида зиндагӣ кунанд, худашон роҳбар бошанд, худашон масалан ба ҳамон машварату маслиҳати калонсол ба қавле ки бар зарари онҳо аст, ин ақидаи онҳо аст, камтар ниёз доранд. бинобар омори расмӣ танҳо соли гузашта бештар аз 4000 нафар аз зӯроварӣ дар оила расман ба мақомот шикоят кардаанд. зиёда аз 13000 оила вайрон шудааст ки 162 адад бештар аст. و یک تحولات در کشور همسایه سر از سال آینده در قزاقستان ساکنان باید برای دارایی‌های گران‌ارزشی خود انداز سپارند. این مقررات بعد اصلاح کودکس انداز به اجرا می‌درآید و آنهایی که چند خانه ماشین‌های با حشمت دارند مجبور می‌شوند اندازه بیشتر سپارند. زرنگزی نوروز شاه گزارش دارد. سر و صدا درباره بالا بردن انداز برای افراد ثروتمند در قزاقستان یک سال باز ادامه دارد. هنوز سپتامبر سال 2022 پرزیدنت قاسم جومرت توقیف در پیام سالانه‌اش در این باره دستور داد. او خواست از افرادی که امکان خرید ماشین و خانه‌های گران ارزش را دارند اندازه بیشتر ستانند. حالا وزارت اقتصاد چند نوع انداز از دارایی‌ها را بررسی دارد. به احتمال زیاد حجم انداز برای آنهایی که 2 یا بیشتر از آن خانه دارند و صاحب ماشین‌های گرانبها و مالکیت دیگر هستند زیادتر می شود. بسیاری از اقتصادشناسان از این تغییرات جانبداری می کنند. در مجموع انداز از ثروت در جهان یک چیزی مقرری است. این یگان نوگانی نیست. در بسیار کشورها چنین مقررات وجود دارد. گپ سر این است که در قزاقستان این چگونه راه اندازی می شود و ترتیب پرداخت انداز چگونه خواهد بود. زیرا پیشنهادها گوناگون و حیرت آورند. اخیراً وزارت گفت انداز وابسته به هر متر مربع معین می شود. یعنی اگر آدم خانه‌های شخصی خود را داشته باشد این پیشنهاد منطقی است.
در قزاقستان برای سپردن انداز از درآمد یک معیار معین وجود دارد. هر شهروند باید ناوابسته از درآمدش 10% آن را به دولت سپارد. مقامات و هم تحلیلگران بر اینند که انداز از دارایی ها می تواند سطح نابرابری را که یک سبب تنش‌های اجتماعی در این کشور است کاهش دهد. اما این احتمال هم هست که افراد ثروتمند راهی گریز از مالیات نو و مخفی نگه داشتن دارایی‌های خود را پیدا می‌کنند. می توانند که راه‌های دیگری را فکر کنند، مثلا خانه را به نام یگان خویش میان حال خود گذرانند. البته در این حالت او چیزی پرداخت نمی کند. در این فضای ناسازگار ما این احتمال وجود دارد که ثروتمندان ما چون یک طبقه دستنارس این اندازهای علاوه‌ای را پرداخت نمی کنند. سال 2025 در قزاقستان هر شهروند وظیفه‌دار می شود از درآمد و دارایی‌های خود گزارش دهد. هدف بهتر کردن نظام اندازبندی گفته می شود. برخی از تحلیلگران مثل اندری چیباتاریوف می گویند به این ترتیب انداز نه تنها برای ثروتمندان بلکه برای تمام ساکنان بالا برده می شود. در ناحیه مسچاه صاحب یگانه کتاب فروشی می گوید کم بضاعتی سبب دور شدن مردم از کتاب شده است. زایربک صاحبов 30 سال باز کتاب و روزنامه می فروشد و درباره تمایل های کتاب و کتابخانه مشاهده های خود را دارد. مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی گزارش می دهند. بیش از 30 سال است که روزی زایربک صاحبов چنین آغاز می شود. می گوید دکان او یگانه مکان فروش کتاب و نشریه های آزاد در ناحیه مسچاه است. در اینجا قریب همه نمود کتاب را پیدا کردن ممکن است. سر از آثار ادیبان تا کتاب درسی و فرضی عین. اما مشتری خیلی کم است. مردم پول نیست. اگر این حوزه‌ای شویروم و اگر سوال 1000 کنن اگر رفتن که نمیتونن. پول هم ندارن بچه مهنت میکنن. پول نیست هم سوال چوب کردن. بعد تبابور هم نیست. مردم پول نداره اکتو کنه نگیدم که پول داره که اکتو نمیکنن. شنگ پول داره اکتو نمیکنن. لیکن مردم های که میخوان اکتو کنن پول نداره. روز نیست. هر روز داره نبود نیست. زایربک صاحبов 63 ساله و معیوب گروه دوم است. با یک همقسمت خود عائله‌دار شده آنها 2 فرزند دارند. ماه 580 سامانی نفقه میگیرد. پیشتر کتاب و روزنامه ها را گرفته در بازارها میگشت. مدیر بازار مرکزی ناحیه مسچاه برایش این دکان را داد و از او اجاره پولی نمیگیرد. از او پرسیدیم که از فروش کتاب چی درآمد دارد. در 30 سال اون کافه ذخیره نکردیم. همه بودگیش هم خوردیم. نقد می‌کردن. سپوری بودیم خوردیم. ذخیره می‌کردیم. اما اصلا اگر ما کار کنم بود اما کتاب نمی‌کنم. کم شدن توجه به کتاب مشکلی یگانه نیست. خوانندگان نشریه ها هم سالهای اخیر به طور نظررس کم شدند. 8 لیسر می‌دارم. 10 اورده می‌دارم. اورده این فرا یک می‌دارم. این سما یک می‌دارم. همه دنیا از دوت می‌دارم. تویشون دوت می‌دارم. اون دیگه منم جرأت نمی‌کنم دوستم نیست. چیزی نمی‌شن که مردم خونه نمی‌کنن. من میگم تلفن عادی جو خیلی گپا می‌زنن. اون خیلی گپا می‌زنن. همین مسئله چیزا دیگه تو نمی‌بازن که اینو درست یا نادرست. این کتاب‌های بین دست برای خود. این درسخونه این کتاب‌ها سر تا پا پند نصیحت‌های دکان زایربک برای برخی ساکنان ناحیه مسچاه مکان فرهنگی است. آنها هم از وضع فعلی راضی نیستند. مردم همین میره تغار سمبوس خور شده و با خط بیا یک کتاب گیر بر بچگات خطی از گروه خدا یادم لازم کنه. این خیلی نیست. خدا کنه موندیم آخر موندیم تا که خدا خط با آینده نقل میشه. زایربک صاحبов از کارش ناامید نیست. او راه دوباره کتابخوان شدن اکثریت را چنین می‌بیند. همه باید کار کنن. باید کار کنن. برخی شاعران و نویسندگان مردم را برای دور شدن از کتاب تنقید می‌کنند. اما منتقدان میگویند کتاب‌هایی که نشر می‌شوند طلبات مردم را قانع نمی‌کند. در میان این گیرودار معلوم نیست که زایربک صاحبов با این دکانش چی را تغییر داده می‌تواند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی ناحیه مسچاه. و برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک دسترسند. خدا نگهدار.